رو میکنم به آینه، رو به خودم داد میزنم. ببین چقدر حقیر شده اوج بلند بودنم. رو میکنم به آینه. زندگی ما پول دارم میبینه که از این راه های خلاف که دختر دیگه کار میکنه ما هم همچین زندگی درست کردیم. ما هم یه جور پول داریم. بفرمون نه آشپزخونه ماه. تنها زندگی میکنی؟ نه با مادرم و یه خواهرم زندگی میکنم. خواهرت هم تانی داره؟ آره؟ بله. خواهرت هم همین کارو میکنه؟ بله. چه میرید بالا شهر؟ میریم باز اونجا میدونیم هر کاری بکنیم کسی ما رو نمیشناسه. مجبوریم این همچین جاهایی بریم، ولی اینجا بخوایم همچین کاری بکنیم همه ما رو میشناسن. الان اینجا کرایه 90 تومن کرایه داریم، میگیم تو خواهر داریم کار میکنیم، یه مادر مریض داریم که خب احتیاج به بیمارستان داره، عمل داره، مجبوری هر جوری پول کرایه خونه، پول آب و برق و تلفن گازمون رو باید جور کنیم دیگه. نمیتونیم دیگه چی کار بکنیم، جز این راهی نداریم. یکی الان ماشین زیر پاشه، خب ما چه کار با دختر همسن سال خودمون داریم؟ یکی ماشین داره زیر پاشه، یکی موبایل داره. به خدا خونه هایی رفتم کار کردم، حسرت اون دختر رو خوردم. دلم میخواست یه اتاق تکی برای خودم داشتم، یا اون وصیتی که اونا داشتم منم داشتم. خب اگه منم آدمیزاد نیستم؟ منم دلم میخواد برم مدرسه، منم دلم میخواد برم دانشگاه، منم دلم میخواد یه کلاس حداقل باشگاه برم، ولی به خاطر نداشتن پول نمیتونم یه باشگاه من برم اسمم بنویسم. همش هم حسرت اونا رو میخوردم. به خدا من نمیذارم از باعثبانی. صبح تا شب هم دارم باعثبانیمو نفرین میکنم. الان همه میدونن شیر شده 350، 400، ماست شده 350، 250. از کجا بیاره؟ یکی همسال من از کجا بیاره همچین چیزی رو؟ یکی داره 3-4 تا براش اهمیت نداره. یکی زیاد غذا درست میکنه، مرغ و گوشت و کوفت و مرد حیف و من میکنه میره، ولی یکی آرزوشو داره هفته یه دفعه حداقل مرغ بخوره یا گوشت بخوره، یه غذای مقوی و خوب بخوره که از حال نره بیفته گوشه خونه. یه موقعی شده بود مثلا بیشتر غذامون خامون و خنی بوده، سبزی بوده، عدسی بوده، ولی بیشتر غذای سبک میخوردیم تا چیزایی دیگه. خب یه موقع داشتیم میخوردیم، یه موقع اصلا میدیدیم تو خونمون روغن هم پیدا نمیشه یا برنج یا یه نون پیدا نمیشد ما چیزی بخوریم، ولی نمیذاشتیم کسی بفهمه. خدا شاید لبنیاتی در خونمون کمک میکرد. ما رمزون مسیله برای افتارمون میآورد. اگه قبول ندارید از خودش بپرسیم. هر روزم که همیزه ای پینه من با خدایی زنی میزنه میگه مثلا حتی شده یه ماست رو سنگی زنه میگه یه دنگه بربرید ببرید. دیگه نمیتونم فهم شرمنده بچه هم هیچی هم از دستم بردم، هیچ کمک نمیشه ندارم، هیچ کمکی ندارم. اصلا یه روز 2 بار تصمیم گرفتم هر چیزم از دنیا بریم. اصلا موادشی گرفتم، درست کردم، خودم هم یه خورده خوردم. اول خودم این کار کردم، گفتم مثل خودم هم اینا بمیرم راه دیگه نرم. اول من از دنیا بریم. فقط 2 تا بچه هم بزرگم، اونا پدر نداریم، هم پدر نداریم. 2 تا پدرم زندان. خجالت هم میکشه ملاقاتش. یکیش امروز ملاقاتش دوشنبه، اون ابنی شما ملاقات خدای شاهد میگیرم تا حالا نرفتم. چرا؟ به خدا دستم خالیه، روم نمیشه برم. حالا یه 5 تومن بهش بدم. زنده مشکله، خرج میکنم، روم نمیشه برم. هر جوون بره، هر دختری بشینه حرف ما رو میخواد بزنه. هر کیم هر جایی رفته، هر کاری کرده مشکل ما رو داشته، هیچ شاید بدتر از ما رو داشته به این راه افتاده. پس ما جوونا رو مقصر ندونید. ببینید منبع اصلی این جوونا کی بودن، کی باعث شده. رو میکنم به آینه